با گسترش دامنه ویروس کرونا، وضع مقررات قرنطینه در شهرهای افغانستان سخت‌تر می‌شود. اما اجرای این مقررات در شهرهای مختلف با واکنش‌های متفاوت مردم روبرو شده است. در برخی شهرها مانند فیروزکوه، مرکز ولایت غور، مردم مقررات قرنطینه را جدی نمی‌گیرند. در غور از اعلام قرنطینه 4 روز می‌گذرد. این جوانان هنوز هم سرگرم تفریح هستند. دیده می شود که با بیرون رفتن کار کارمندان صحی و مبارزه با ویروس کرونا دشوارتر می شود. اینجا هیچ ترسی از کرونا، از کشمکش‌های سیاسی و از بقیه گپا نیست. همه آمدن و لحظات خود، اوقات خود بسیار خوب و خوش می‌گذرانند. دور کرده از ویروس کرونا گرفته تا مشکلات‌های اقتصادی تا مشکلات‌های سیاسی تا کشمکش‌های داخلی و جنگ‌ها، همه اینها باعث شده است که مردم ما نگران شوند و در خانه‌های خود بمانند. در شمال کشور جمعیتی برای گرفتن پول به بانک در شهر شبرغان آمدند. شاید دیگر راهی برای برداشت پول از بانک ندارند جز این که اینجا جمع شوند. اما فعالان مدنی هشدار می‌دهند که زنگ خطر ویروس کرونا را باید جدی گرفت. مسئولان صحی جوزجان میگویند در پی سخت‌تر کردن مقررات قرنطینه هستند. به اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 500 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت از مردم می‌خواهد که خانه بمانند تا دامنه گسترش ویروس کرونا قطع شود.